این همایش در اتفاق نویسندگان به 110 سالگی ادیب معروف تاجیک ساتیم اولوغزاده بخشیده شد. نویسندگان و شاعران و خوانندگان این ادیب محبوب از کارنامه ساتیم اولوغزاده و خاطره های خود از او نقل می‌کردند. ما همین مجلس ما باز بیشتر با ایجادیاتشون و شخصیتشون زیادتر آشناتر شدیم، زیادتر تأثیرات حاصل کردیم. ساتیم اولوغزاده سال 1911 در چوست قلمرو ازبکستانی کنونی به دنیا آمده با اثرهای چون صبح جوانی ما، قسمت شعر، فردوسی، روایت سغدی، مرگ حافظ و واسه شهرت یافت. استاد اولوغزاده همچون شخصیت هم، همچون انسان، همچون فرد هم به قهرمان‌های اثرهای خود نهایت مانند بودند. زیرا قهرمان‌های اثرهای استاد ساتیم اولوغزاده درخشانترین چهره‌های زمان خود هستند که برای آزادی، عدالت، برابری، معرفت مبارزه کردند. یک پایه‌گذاری ترجمه امروزه ادبیات ما بودند. از جهت زبان اثرهایی که اون کس ترجمه کردند امروز هم نادر است. ساتیم اولوغزاده در سالهای 70 بعدی به بریتانیا رفتن پسرش عزیز تحت تعقیب مقامات قرار گرفت و چندین مدت نشر کتابهایش منع شده بود. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتیم اولوغزاده را پدر خائن ملت عنوان کرده او را از جامعه رانده بودند. تاریخ‌نگاران میگویند بعد از این حادثه ساتیم اولوغزاده تنها مشغول ایجاد اثرهایش شد و رمان‌های ماندگار واسه و فردوسی را آفرید. ادیب در پایان سال 1992 با آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان به مسکو کوچ بست. ساتیم اولوغزاده سال 1997 در غربت درگذشت. بعد مرگش جسد او را به شهر دوشنبه آورده در آرامگاه لوچوب دفن کردند.